فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. وقتی که میخوانی قرآن را میخوانی یعنی اراده تلاوت قرآن میکنی، پناه بخواه با الله از شیطان رانده شده که الله تو را حفاظت میکند وسوسه های شیطان، خطراتش. یعنی سوال بکو، فاستعذ، پناه بخواه، سوال بکو از الله چی که تو را حفاظت کنه از وسوسه های شیطان که رانده شده، تا که وسوسه نکنه در وقت قرائت. باز تدبر قرآن عمل منع نشه. یعنی شیطان قرآن میخونی با تدبر مانید میشه، تفکر از عمل کردن مانید میشه. سعید میگه شنیدی شد میگه خب عملش مهم نیست دیگه، علم مهم است. ماشاءالله ای تو علم هستی که این تو هم وسوسه بگوی نی. اگه علم آمد بلا عمل بازی دیگه جزایت بسیار خطر. وإنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. بدون شک انه این شان سخنی است که لیس نیست از برای شیطان سلطان، دلیل و غلبه، قدرت به بالای مومنینی که برای به خدا توکل میکنند. تسلط قدرت به بالای مومنین با گمراه کردن و کافر کردن ندارن. چرا؟ به خاطر که یا در حفظ رحمان است و کسایی که ایمان صحیح و علی ربهم یتوکلون برق اعتماد میکنند. هر مصیبت که برسد اعتمادشان، توقعشان، امیدشان، خوفشان اسرار است. ایمان صحیح و توکل، اعتماد. انما سلطان علی الذین یتولون. الله میفرماید سلطان و قدرت شیطان به بالای کسایی است که یتولون، که دوستی میکنن با امر ازی، اطاعتش میکنن. یعنی الله مسلطش میکنه به بالای کسایی که اطاعت ازی را میکنن. از برای میگیرن این را دوست. دوستی با شیطان چیست؟ دوستی با تابعدارای شیطان کافر. کافر که دوستی کردی با شیطان سرت مسلط میشه. باز که مسلط کد کافرت میسازه. تو هم میبرید باز ببینید که چیزایی میگه زنده باد فلانی خان، مرگ با فلانی خان. ببینی که مسلمان ها را مرگ میگه و کافر ها را زنده باد میگه. و چی گفت شد که شد؟ این می دین است. باز میزنه گلم دبیز دی ایسونه دی میراد میکنی که سر چه سعی که کسایی که دوستی کرد گمراه میشه با دوستای شیطانای انسان صفت دوستی کردی، شیطان سرت مسلط میشه. علی الذین یتولون والذین هم به مشرکون. کسایی که اینها بمی شیطان شریک میکنن شیطان با امر الله، هم به مشرکون یعنی به سبب اغوایش مشرکین میشوند، یا اینها به سبب عبادت عظم شیطان بهی یعنی به سبب عبادتش اطاعتش مشرکون شرک میکنن، شیطان عبادت میکنن. او که مو عقاید کفری برشان میگه، ذبح میکنن به نامش، عبادتش میکنن، اطاعتش میکنن، شرب و خورد و نوش این گپا قوانین اینایش میپذیرن. یعنی کسی که شریک کرد شیطان با امر الله این سرش مسلط میشه. دوستی کرد با شیطان و دوستای شیطان این سرش مسلط میشه. تا که کار نکنه شیطان نمونه. واقعی را ما شما در زندگی ما با چشمان خود میبینیم. هر آن هر که پشت شیطان که دوستای شیطان که کافر دوستی میکند، شیطان سر از اون مسلط میشه.